رفقا سلام، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. من امینم. چند سالیه، نزدیک به 10 سال که توی حوزه محصول دارم فعالیت میکنم. اگه کانال رو سابسکرایب داشته باشید میدونید که درباره چی معمولا حرف میزنم، درباره محصول، موضوعات مرتبط باهاش و اینکه چطور مدیر محصول بهتر بشیم. این ویدیو یکم متفاوته نسبت به ویدیوهای قبلی که درست کردم، چون میخوام تو این ویدیو درباره آینده حرف بزنم، درباره اینکه بازار کار دنیای تک، به خصوص حالا مدیریت محصول اگه بخوام بگم یا بقیه تخصصایی که توی تک وجود داره، به چه سمتی قرار حرکت بکنه. این پیش بینی منه، با تصویری که از آینده تونستم برای خودم ترسیم کنم، با اتفاقایی که افتاده و نگاهی به گذشته که چطور بوده و چه اتفاقی افتاده. این ویدیو چند قسمت مختلف داره. توی یه قسمت من درباره مسیر گذشته تکنولوژی و تخصص‌های مختلف مدیریت محصول و حالا اینا به صورت خیلی کلی صحبت میکنم که فقط یه بک‌گراند ذهنی داشته باشیم. توی قسمت بعدی درباره اینکه الان وضعیت به چه شکل هست با حضور AI یا هوش مصنوعی. توی قسمت بعدی درباره اینکه آینده به نظرم چه شکلی میشه، به نظرم چه اتفاقایی قرار بیفته، چه تغییراتی قرار رخ بده، و در نهایت دو بخش آخر هم، یکی راجع به اینکه پیشنهاد من چیه برای شما به عنوان کسی که توی حوزه تک دارین فعالیت میکنید، اینکه به چه سمتی برید، چه قدمایی بردارید، چیا رو یاد بگیرید و اینها. و در آخر هم میگم که خودم دارم چه مسیری رو میرم، خودم دنبال چیم و چی کار دارم میکنم که 5 سال تا 10 سال آینده بتونم توی این فضا اون رشد حد اکثری که دنبالش هست رو منم داشته باشم و ازش عقب نمونم. خب تو قسمت اول میخوام راجع به یکم گذشته صحبت کنیم. 20 سال پیش، زمانی که نمیدونم 20 سال شده هستن یا نه، ولی زمانی که فتوشاپ وارد بازار شد، به نظرم بهترین مثال برای مقایسه اتفاقایی که تو گذشته افتاده، زمان بروز ایجاد یک تکنولوژی جدید یا یه نوآوری که توی تکنولوژی اتفاق افتاد، مثال فتوشاپ باشه. ما هزاران نه صدها هزار و شاید میلیون ها نفر دیزاینر، گرافیک دیزاینر که داشتن با دست خودکار قلم اسکچ میزدن، دیزاین میکردن، نقاشی میکردن و همه این کار رو انجام میدادن، داشتیم که همه کاراشون داشتن با دست انجام میدادن و یه مداد و یه کاغذ لازمه همیشگی انجام دادن کاراشون بود. وقتی که فتوشاپ اومد، 2 تا انتخاب داشتن آدم‌هایی که کار دیزاین انجام میدادن. یکی این که به همون مسیر ادامه بدن و بچسبن به اون چیزی که بلد بودن، یا 2 این که برن سراغ این تکنولوژی جدیدی که اومده که اتفاقا سرعتشون رو داره بیشتر میکنه، خلاقیتشون رو داره بیشتر میکنه، دسترسیشون به پلاگین‌های مختلف رو بیشتر میکنه و کلی امکانات دیگه‌ای که داره بهشون میده و عملاً یک گرافیک دیزاینر قوی‌تر، خلاق‌تر و قدرتمندتر داره ایجاد میکنه که میتونه نه فقط توی یه سکشن از دیزاین یا گرافیکی که درگیرش بوده قبلا ادامه بده، بلکه اگه بخواد توی قسمت‌های دیگه هم شروع کنه و وارد کار بشه. چه اتفاقی افتاد؟ یه سریا احتمالاً همون مسیر رو رفتن و دیگه نتونستن رشد بکنن توی فضایی که هستن و مجبور شدن یا شغلشون رو تغییر بدن یا بمونن با همون لولی که میتونن ادامه بدن، چون اینکه سخت‌تر میشه. قیمت نیروی کار عملا اینجوری بالاتر رفته، نیروی کار متخصص، کسی که بلد باشه با این ابزارا کار کنه. و یک سری هم که رفتن سراغ استفاده از فتوشاپ و بعدن ابزارهای دیگه‌ای که اومد و همه اینا رو کنار هم دیگه استفاده کردن تا رسیدیم به این نقطه‌ای که الان یک گرافیک دیزاینر کلی ابزار داره، کلی کارهای باحال و کول و قشنگ میتونه انجام بده و درآمد خوبی هم داره نسبت بهش. هوش مصنوعی به صورتی که الان خیلی ترند شده و خیلی موضوعش داغه توی دنیا، یعنی بحث این جنراتیو AI ها، از قدیم وجود داشته. یعنی چیزی نیست که بگیم توی 2-3 سال گذشته یهو بوم کشف شده یا اینها. نه، مارکت هنوز آماده نبوده واسه این که اینا رو بپذیره و بتونه یوز کیس براش ایجاد بکنه. از اون طرف سخت افزار مورد نیاز هم هنوز اونقدر در دسترس نبود که همه بتونن برن سراغ این که از این جنراتیو AI استفاده کنن و کارشون رو پیش ببرن. تا 2-3 سال پیش که دیگه حالا شروعش با اوپن AI بود، بقیه اومدن، گروک اومد از توییتر یا همون ایکس، بعد از اون دیپسیکو داشتیم، کلادو داشتیم و حالا بقیه چیزایی که وجود دارن. الان تبش داغه. یعنی الان اتفاقی که داره میفته اینه که همه کمپانی‌های تک
و حتی نان تکا، اونا که تک نیستن هم دارن دنبال یه راهی میگردن که ببینن چجوری میتونن AI رو درگیر بکنن یا دخالت بدن توی کاری که دارن انجام میدن. عملا هم بازار تک داره دوچار دیسراپشن یا تحول میشه و هم بازار غیر تک. غیر تکیا که خیلی واضحه، سرعت کارشون داره بالاتر میره، خلاقیت داره بیشتر میشه و توانمندی یک نفر، اگه یه نیروی در نظر بگیریم به عنوان یک نفر، به شدت داره بالاتر میره. چرا؟ چون ابزارهایی دم دستش الان داره ارائه میشه و براش در دسترسه که شاید 3 سال پیش وجود نداشت. از حالا نوکودهای مختلفی که وجود داره تا AI ایجنت ها که بحث اصلی امروزه و منم خیلی میخوام دربارش صحبت بکنم، تا حالا چیزای دیگه که وجود داره که تو سرچ کردن داره به ما کمک میکنه، توی تحلیل کردن داره به ما کمک میکنه و حالا کاری که تا الان حتی انجام شاید نمیدادیم یا سخت بود داشتیم فرار میکردیم ازش رو داره اینجا براش فراهم میکنه. پس تکیا رو به این شکل داره دستکاری میکنه فضای کاریشون رو. غیر تکیا رو هم داره به عنوان بیشتر از جنس دستیاری که بیاد کمکشون کنه، سوالاشون رو پاسخ بده، کمک بهشون بکنه، هم فکری بکنن تا ادامه ببینیم به چه شکلی خواهد بود. بازار فیزیکی، بازار غیر تک یکم سخت‌تر تغییر پیدا میکنه. دلیلش هم اینه که خب کلی سخت افزار وجود داره که دخیل توی انجام دادن کار، کلی اتفاقای اینجوری از این منپاور وجود داره، نیروی انسانی هست که درگیر توی کار فیزیکی، در صورتی که توی تک حالا این خیلی کمتر. شما با یه نرم افزار سخت افزار خیلی کار مختلفی میتونید انجام بدید. نیروی انسانی میشه اون خلاقیت و اون تالنتی که پشت ماجراست که بتونه یه اتفاق رقم بزنه. امروز تنوعی از همه این هوش مصنوعی ها در اختیار ماست. یه فلش بک بزنم به اون داستانه که اول ویدیو صحبت کردم درباره‌اش، بحث گرافیک دیزاینرها. به نظرم خیلی واضحه که ما دوباره یک مسیر به این سمت داریم که انتخاب کنیم همون راهی که تا الان داشتیم می‌رفتیم ادامه بدیم و یک مسیر هم به سمت مقابلش داریم، این که نه، بپذیریم و اینا استفاده و از این ابزارها و از این تکنولوژی جدید و از این تحولی که داره اتفاق میفته استفاده بکنیم. همین الان خیلی همون داریم استفاده میکنیم، ولی به نظر من اون استفاده درستی که باید ببریم رو هنوز نبردیم. شاید هنوز خیلی همون درک درستی از این که اوکی این جنراتیو ای چی کار میتونه برامون بکنه، چه کمکایی میتونه برامون بکنه، کجاها میتونه به ما کمک بکنه به دست نیاوردیم. الان خیلی دست و پا شکسته، شاید بگم بیشتر از جنس همون اسیستنت داریم ازش استفاده میکنیم، در صورتی که این نیست، واقعا خیلی فراتر از اینه. از اون روزی که AI ایجنت ها رو معرفی کردن، من کلا یکم نگاهم متفاوت شد به اینکه واو چه اتفاقی قرار بیفته و چه آینده‌ای پیش روی هممون قرار داره. به این صورت که شاید من معمولا اینجوری هم وقتی یه تکنولوژی خیلی جدید میاد و وایب خیلی هایپ میشه و خیلی وایبش هم میگیرن که من اصلا یکم وای میسم، معمولا نگاه میکنم ببینم چه اتفاقی داره میفته، یکم این تصویره رو، بیگ پیکچر رو تو ذهنم ترسیم میکنم و بعد حالا خیلی هدفمند سعی میکنم برم به سمتش که تو قسمت آخر ویدیو دربارش صحبت میکنم که الان من دارم چیکار میکنم. ولی AI ایجنت ها اومدن، نمیدونم چقدر دربارش میدونید، کلی ویدیو هست تو یوتیوب میتونید سرچ کنید و درباره AI ایجنت ها بخونید. AI ایجنت ها اومدن که کمک کنن اون کارهای روتینی که الزاما شاید روتین هم نباشن، حتی شاید کاری که یکم خلاقیت نیاز دارن و ما به جای اینکه یک انسان براش بذاریم که اون کار رو انجام بده، یه ماشین براش ست بکنیم، یه اپراتور هوش مصنوعی براش مشخص کنیم، کاراشو بهش بگیم، انتظاراتمون ازش مشخص کنیم، خروجی که میخوایم ازش هم بهش بگیم و در نهایت منتظر باشیم تا بره سر یه بازه‌هایی یا هر وقت که ما گفتیم بره اون کار رو انجام بده. این شد AI ایجنت ها. به نظر من بزرگترین تحولی که داره اتفاق میفته توی هوش مصنوعی همین AI ایجنت ها هستن که میتونن به شدت متفاوت بکنن دنیای تک و مخصوصا. حالا بذارید بهتون بگم حدس میزنم 5 سال تا 10 سال دیگه چه شکلیه. الان یه کمپانی تک 50 نفره به نظرم 5 تا 10 سال دیگه تعداد نیروها و ریسورس هایی که داره تغییر پیدا میکنه به 5 نفر. اینو من شرط میبندم این اتفاق میافتش. اگه تو 10 سال نیفتاد 1 سال بعدش 2 سال بعدش میفته و حتی اینکه ممکنه زودتر از این 5 سال اتفاق بیفته. هم صحبت‌های سم آلتمن رو اگه برید نگاه کنید توی کنفرانس‌های مختلف درباره این موضوع خیلی اشاره کرده که بیزنس‌های بیلیون دلاری که
توسط 2-3 نفر کمتر از تعداد انگشتای دست داره اداره میشه قرارش شکل بگیره و علتش هم یکی از علتش همین ایجنت هاست به نظر من. ببینیم ما الان چیکار میکنیم توی دنیای الان حال حاضر. ما الان میایم یه تیم ستاپ میکنیم، فرضاً یه محصولی داریم، یه تیم محصول داریم، یه سری دیولپر داریم، یه سری شخص دیگه تو تیم محصول، پروداکت منیجر، اسکرام مستر، QA، XYZ و اینا رو داریم، یه تیم مارکتینگ داریم، یه نفر سوشال میدیاست، یه نفر نمیدونم آنالیز میکنه، یه نفر کمپین دیزاین میکنه، یه نفر کمپین کوردینیت میکنه و حالا XYZ، یه تیم فروش داریم، یه تیم ساپورت داریم و من دنیای آینده دیگه به این شلوغی نمیبینم. اون 5 دفعه که داریم دربارش حرف میزنیم احتمالاً اینجوریه که فرض کنید به مارکتینگ رو در نظر بگیریم. من از این به بعد تایتلای شغلیم احتمالاً 5 سال دیگه مدیر مارکتینگ نیست، مدیر محصول نیست، مدیر فنی نیست، مدیر فروش نیست، مدیر پشتیبانی نیست. احتمالاً میشه in charge of marketing، کسی که مسئولیت مارکتینگ رو به عهده داره. in charge of product and tech، کسی که مسئولیت محصول و فنی رو به عهده داره. in charge of support، کسی که مسئولیت پشتیبانی رو به عهده داره و حالا بقیه اینجا. حالا این افرادی که این چارجن چیکار میکنن؟ این افراد این توانایی رو اولا که باید دانشی از اون حوزه داشته باشن، این خیلی مسلمه. شما هر کاری بخواید انجام بدی باید اون دانش اولیه و دامین اکسپرتیزش رو هم مخصوصا داشته باشی. پس اینا رو میگیم داره، اینا اون بیسیک های استخدام کردن یه آدم توی شرکت، پس تو اینا رو داری از قبل. ولی یه سری مهارت‌هایی داری که احتمالاً بقیه ندارن، احتمالاً الان ماها نداریم و این مهارت‌ها قراره تو رو نجات بده. اون مهارت‌ها چی هستن؟ مهارت چیدن این AI ایجنت‌ها کنار هم دیگه است. الان یه مدیر مارکتینگ میاد نیروهایی که در اختیارش قرار داده رو یه جوری میچینه کنار هم دیگه، فلو براشون درست میکنه، برنامه ریزی میکنه براشون، ترکشون میکنه، فیدبک میده بهشون که بتونن بهتر پرفورم بکنن، بهتر عملکرد بهتری داشته باشن و در نهایت کار بهتری خروجی بدن. ولی اون کسی که این چارج آف مارکتینگه کارش چیدن این AI ایجنت ها کنار هم دیگه است. یعنی فرض کنید انگار هر کسی که این چارج یه چیزی از بیزنس شماست به عنوان یه ارکستریتوری داره عمل میکنه که اولا بلد AI ایجنت بسازه خودش یا بره استفاده کنه از AI ایجنت هایی که آردی تو مارکت وجود داره. حالا یا میری میخری یا میری فرض کن اوپن سورسی وجود داره میاریش و کاستومایزش میکنی برای خودت. پس چیدن اون AI ایجنت هاست، انتخاب کردنشون، پیک کردنشونه. و دو اینکه چطور اینا رو کنار همدیگه قرار بدی که با همدیگه کار کنن و سه اینکه حواست باشه اینا درست کار کنن و براشون یه برنامه‌ریزی داشته باشی. این میشه 3-4 تا کاری که من به عنوان کسی که این چارج آف یه موضوعی هستم از این به بعد 5 تا 10 سال آینده قرار انجام بدم. دیگه قرار نیست من بیام آدم استخدام کنم برای کاری که میخوام. من علم، دانش و توانایی اینو پیدا کردم که بیام از اون AI ایجنت ها استفاده کنم در جهت رشد بیزنس. و چون همه چی دیتا وجود داره براش اینجا تو این حالت، به نظرم پیک پرفورمنس دیتا دریون بودنی که این همه داریم ازش حرف میزنیم ولی واقعا وجود نداره به این راحتی و شدنی نیست به این راحتی رو اونجا ما خواهیم دید. پس من مهارت کلیدی که یک نفر چه به عنوان مدیر محصول، چه به عنوان فنی، نیروی فنی، چه به عنوان تست، چه به عنوان دیزاین، چه به عنوان مارکتینگ، ساپورت، نمیدونم سیلز و هر چیز دیگه که تو تیک وجود داره، اون مهارت اصلیه رو مهارت کار کردن با این ایجنت ها میدونم و چه فرصت هایی قراره به وجود بیاد، چه مهارت های جدیدی از کنار این قراره ایجاد بشه و چه فرصت هایی قراره از دست بره توسط کسایی که عقب میمونن از این داستان. این پیشبینی من از چند سال آینده از اینکه چه اتفاقی قراره بیفته و چه جوری چیده میشه. در نهایت یه بیزنس چجوری شکل میگیره؟ احتمالاً من به عنوان اون مثلا اگه بگم آنترپرنوری که میخواد یه ایده ای داره و یه بیزنس جدیدی، یه استارتاپ جدیدی میخواد راه بندازه، کارم فقط تو شروع واسه اون MVP که میخوام بالا بیارم که چقدر راحت شده الان با وجود این AI ایجنت ها و حالا نوکود ها و X و Y و Z، خیلی راحت میرم برای شروع یه MVP میسازم با این ایجنت ها که 0 to 100 از 0 تا 100 اون کاری که دارم انجام میدم و ایجنت ها برام هندل میکنن، MVP رو میسازم، تستمو میگیرم، بعد شروع میکنم به اسکیل کردنش و بعد هر جایی که لازم شد دیگه از قدرت و توان و کنترل من خارج شد، یه نفر میارم میذارم این چارج آف اون تیکه‌ای که
از دست من داره خارج میشه و احتمالاً خیلی شغلای جدید و متفاوت‌تری هم ایجاد میشه. یعنی این چارجا، من دارم اون های لولاشو میگم، احتمالاً این زیر ممکنه دوباره یه سری شغلای دیگه با اهمیت حالا کمتر یا درگیری کمتر یا حتی وسیع‌تر یا حتی لیزر فوکس‌تر به وجود بیاد تو این فضا و ایجاد بشه. این پیش بینی من از اینکه چه اتفاقی قراره بیفته توی چند سال آینده. اما اینکه اسم اگه بخوام ببرم برای AI ایجنت ها، اینکه کجا میتونید بریم بسازید، یا وبسایتی هست به اسم N8N، حالا نیتن میگن بعضیا بهش، N8N بهش میگن و اینها. خیلی سرچ کنید راحت میرید، یه فضای خیلی ویژوال باحال و ساده ای داره که شما میتونید تو عرض نیم ساعت یه ایجنتی بیارین بالا که خیلی ساده باشه. مثلا من یه ایجنتی که آوردم بالا یه باتی بود که یه بات تلگرامیه که یه AI پشتشه، با بات حرف میزنی، یه سری کار برات انجام میده، یه سری خروجی بهت میده برای پروموت کردن بیزنسمون. خیلی ساده، خیلی سریع و الان بالاست و کلی یوزر برام آورده. من حالا تو قسمت آخر ویدیو قرار بود درباره این صحبت کنم که من به عنوان حالا یه پروداکت منیجری که نزدیک 10 سال داره فعالیت میکنه تو حوزه پروداکت، چه مسیری برای خودم چیدم و به چه سمتی میرم. من فکر میکنم کسایی تو آینده جایگاه بهتری میتونن داشته باشن که از اون لیزر فوکس بودن رو اون مهارتی که الان دارن یکم واگراتر بشن، یکم جنرالیست تر بشن و از موضوعات و حوزه‌های دیگه هم سر در بیارن. یعنی اینکه من اگه مدیر محصولم صرفا نچسبم به محصول، برام راجع به فنی هم بیشتر بدونم، برام راجع به مارکتینگ هم بیشتر بدونم، راجع به ساپورت هم بیشتر بدونم و در نهایت فکر کنم آن تاپ اف همه اینا میشه اینکه برام راجع به بیزنس راه انداختن بیشتر بدونم. چون احتمالاً کسایی که میشن اون آنترپرنورایی که گفتم میان این ایجنت ها رو میسازن و تیم این چارج ها رو تشکیل میدن، اونایی هستن که یکم تجربه مدیریت محصولی دارن که بعدن از پروداکت پول در بیارن، پول بسازن، به درد یوزر پاسخ بدن و حالا اینها. برای همین من دارم 2 مسیر پیش روی خودم میبرم جلو به صورت موازی، که اینکه از بخشای دیگه بیزنس که درگیرشم به خصوص تک سر در بیارم، بیشتر بدونم، و 2 اینکه با این ایجنت ها تا جایی که میتونم درگیر بشم و کار کنم و تست کنم و چیزهای مختلف بیارم بالا که ببینم چه اتفاقی قرار بیفته و چی میشه. من که به شدت هیجان زدم درباره 5 تا 10 سال آینده که چه اتفاقایی قرار بیفته و چه اتفاقی میفته و به شما پیشنهاد میکنم به این موضوعاتی که دربارش صحبت کردم توجه داشته باشین و حواستون باشه که 5 سال دیگه اتفاقا ماهایی که الان فکر میکنیم ما چون تک کار میکنیم قرار نیست ریپلیس بشیم یا کارمون رو از دست بدیم، ما نفرات اولی هستیم که قرار ریپلیس بشیم با AI و قرار کارمون رو از دست بدیم یا کارمون متفاوت بشه. اونایی که دارن بیزنس فیزیکی انجام میدن حالا خبر نیست، باید ادامه بدن همونجوری پرقدرت، فقط از این ابزارها استفاده کنن. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که تجربه‌ای که باهاتون به اشتراک گذاشتم و نظراتی که دارم براتون مفید بوده باشه. اگه جایی سوالی داشتید یا مخالف بودید با نظری که من دارم، حتما تو کامنت ها بهم بگید، من سعی میکنم پاسخ بدم. حتما دمتون گرم، آینده پرباری داشته باشید. خدا نگهدار.